خب بچه‌ها بریم سراغ یک فرنچ فانتزی. برای فرنچ های فانتزی ما از اسپایدر ژل کمک میگیریم. اسپایدر ژل همونطور که توی ویدیوهای آموزشی ابزار بهتون گفتم، اسپایدر ژل یکی از متریال های دیزاینه که یک نوع ژلیه که ببین کش میاره. دلیل اینکه کش میاره فکر نکنید حالا محصولتون خرابه، نه، این ماهیت این محصول به این صورت هستش. توی رنگ‌های سفید و مشکی معمولا توی بازار هست، ولی خب جدیداً اسپایدر ژل های فانتزی، طلایی ها، نقره‌ای ها و رنگ‌های مختلفی داره، ولی عمومی ترین و پرکاربردترینش اسپایدر سفید و مشکیه. ژل سنگینیه و شما نمیتونید اون رو با قلم طراحی بردارید، باید با یه جسم مقاوم مثل قلم‌های داتینگ یا همون قلم‌های نقطه زن، به این صورت که من میخوام یه خط صاف بکشم، محصولم رو زیر پالت نگه میدارم، یه کوچولو میذارم داخل ژل، هرچی دستم رو بیشتر بکشم خطی که بهم میده نازک‌تره و حالت مویی بیشتری داره. یه خط میکشم و کاتش میکنم. حالا یه خط کوچولو دیگه کنارش و دوباره روی خط من برمیگردم. یه بار دیگه خطم رو تکرار کنم. تا اینجا 2 تا خط صاف من کشیدم. بره دستگاه. خب از دستگاه درش آوردم. حالا میام یه سری جزئیات خطوط دیگه بهش اضافه میکنم. با لاک ژل مشکی یه خط از این نقطه خروجا رو مبنا برای خودم در نظر میگیرم. وصل میکنم به این خط. خب حالا این قسمت رو من پر میکنم. بره دستگاه. از ترکیب پینت ژل و لاک ژلم به صورت خطی و نازک برمیدارم. حالا در موازات این لاین مشکیمون یه خط میکشم. و حالا بخشیش رو در همون جهت کادرش رو میکشیم و حالا پرش میکنیم. حالا این قسمت رو هم میتونیم پرش کنیم. با قلم داتینگ 3 تا توپی هم اینجا میذاریم. خب بره دستگاه 60 ثانیه.
من توی این فاصله میخوام برای دیزاینش از یه لاک‌ژل طلایی استفاده کنم. نکته‌ای که توی لاک‌ژل‌های طلایی ممکنه خیلی دچار چالش بشیم باهاشون اینه که بعضی وقتا پیگمنت مورد نظر رو ندارن و شما برای اینکه یه توپی حالا اکریلیک داشته باشین مجبورین یه لایه زیادی از این لاک‌ژل رو بذارین روی کار و وقتی تاپ شاین میزنین کلا اصلا برجسته میشه و کارتون رو زشت میکنه. حالا چاره چیه؟ من برای حالا لاک‌ژل طلایی یه کوچولو میام با پودر کروم طلایی ترکیبش میکنم، ولی جایگزین این کار متال ژل ها هستن که توی رنگ های مختلفی توی بازار موجوده. میتونید بگین متالیک ژل یا متال ژل میخوام. رنگ طلاییش داره، نقره‌ایش داره، مسی داره، روز گلد، رنگ‌های خیلی خوشگلی داره. میتونید برای این کار هم از متال ژل ها استفاده کنید، ولی اگر متال ژل هم نداشتین ایرادی نداره. لاک ژل طلاییتون رو به اضافه یک پودر کروم طلایی بکنید. همون افکت متال ژل رو بهمون میده. من یک کوچولو پودر کروم طلاییم رو با لاک ژل طلاییم ترکیب میکنم. حالا میام با قلم داتینگ میذارم روی کجا؟ اونجایی که توپی سفید گذاشته بودم. به دستگاه 60 ثانیه از دستگاه درش آوردم، کاملا خشک شده و یک دور روش تاپ شاین میزنم. این فرنچ های فانتزی نقطه خروجا رو میتونید پایین و بالا تنظیم کنید. بره 60 ثانیه دستگاه و تمام.